سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین این کانال و همه دوستان. شرایط خیلی خاصی هستش. مملکت در جنگ رسمی با اسرائیل. این روزها تهران غریب، تهران تنها، ایران تنهای ما زیر بمباران هستش. مردم تهران هم که تنها رها شدن. خواستم تحلیل خودم از جنگ بگم و اینکه چه باید بکنیم و در آینده چه پیش خواهد آمد. قبل از هر چیزی اشاره بکنم به رمز این جنگ که اسرائیل اسم رمز اون رو طلوع شیران گذاشته. خب ما فکر می‌کردیم که داره از خودش میگه، خودشون رو در قالب شیران تعریف کرده که دارن حمله میکنن. اما یه دقت بکنیم به این پرچم شیر خورشید ایران چی میبینیم؟ یک شیر و یک خورشید در طلوع شیران. تصور میکنم حتما این یک رمزه. داره اسرائیل اشاره میکنه به بازگشت دوران پادشاهی. فراموش نکنیم که طی 1-2 سال گذشته رابطه شاهزاده ایران رضا پهلوی بسیار با اسرائیل خوب بود، رفت آمدهای زیادی با اونجا داشت. همین چند روز پیش هم که دختر ایشون با یک یهودی آمریکایی ازدواج کرد. تمام اینو داره پیامه و الان رمز حمله اسرائیل هم طلوع شیران شده و فکر میکنم باید منتظر اخبار خوبی در مورد بازگشت شاهزاده و دوران پادشاهی و دوران شاهنشاهی داشته باشیم. همه مردم ایران خاطرات بسیار خوبی از دوران دو پادشاه ایران، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی داریم. اما فارغ از اینکه حکومت بعدی ایران چه خواهد بود که حالا در ویدیوهای بعدی عرض می‌کنم، در حال حاضر دغدغه ما حفظ ایران و حفظ جان خودمون هستش. ما زیر بمباران هستیم، زیر بمباران یک جنگ رسمی. تو این شرایط چه اتفاقی داره میفته و چه باید بکنیم؟ این عکس البته و عکس بعدی، عکس اسلاید بعدی، در مورد خرابی‌های ناشی از آتشبازی و موشک‌پرانی‌های ایران هستش. جنگ دو طرفه هستش. ایران هم به هر حال قابلیت‌هایی داره و فعلا نوک پیکان خودش رو و نوک موشک‌های خودش رو، حالا به قول بعضیا میگن آبگرم کنها، داره به سمت اسرائیل پرتاب میکنه. حدود 5% این موشک رو به مقصد میرسه و بیش از 90% رهگیری میشه و همون چند درصد هم به هر حال خرابی هایی میاره که بعضا نسبتا شدید هستش. اسرائیل اما بدون اینکه وارد پروپاگاندا و بدون اینکه وارد تبلیغات کاذب بشه داره کار خودش رو میکنه. از طرفی برای مردم خودش قدر کافی پناهگاه و شرایط دفاعی ساخته و آماده کرده. پس با کمترین هزینه، با کمترین تلفات و بدون نگرانی عمده وارد این جنگ شده. اما مردم ایران تنها هستند، بدون پناهگاه، بدون ساپورت، بدون حمایت و حتی بدون داشتن یک متحد منطقه‌ای یا جهانی. سوال اصلی اینه تمام کننده این جنگ که خواهد بود؟ خود اسرائیل بعیده. به چند دلیل عرض میکنم که بعیده که تمام کننده این جنگ اسرائیل باشه. یک، اسرائیل امکانات لازم برای نابود کردن کامل 2 سایت اصلی هسته ایران مثل نتنز و فردو امکانش ظاهرا نداره. من کارشناس نظامی نیستم اما به نظرم که این توان رو نداره و بمب‌های سنگرشکنی که قادر باشن فردو و نتنز رو به طور کامل از بین ببرن فقط اختیار آمریکاست. این یک دلیل. دو، در نهایت تصور میکنم بعد از اینکه جنگ به یک مرحله‌ای رسید که به قدر کافی حکومت مرکزی تضعیف شد و دیگه نگرانی از این موشک‌پرانی‌های گاه بیگاه سپاه پاسداران نباشه، نیروی پیاده باید به جنگ وارد بشه برای پاکسازی‌های کامل. امیدوارم این اتفاق نیفته. امیدوارم ایران هیچ وقت چکمه سربازان غریبه رو خود نبینه، ولی تصور میکنم که این اتفاق بیفته. بنابراین حضور و ظهور آمریکا و ارتش آمریکا به نظرم اجتناب ناپذیره و این اتفاق ممکنه طی ساعات و حداکثر 1-2 روز آینده بیفته. خرابی‌هایی که الان هنوز در تهران شاهد هستیم فقط ناشی از بمباران مناطق نظامی و سیاسی هستش. تقریبا همه میدونن که این قائله با مرگ یا دستگیری و تسلیم خامنه‌ای به اتمام خواهد رسید. اما صدا و سیمای
جمهوری اسلامی رو که نگاه کنیم هیچ چیزی از تسلیم یا پایان جنگ نمیبینید و فقط شرح پیروزی های خودشون رو میگن. این مسئله من یاد گوبلز میندازه، وزیر تبلیغات هیتلر یا سعید سحاف، در حالی که سربازا داشتن با تخت خواب و اتاق خواب صدام عکس میگرفتن. هنوز رادیو تلویزیون سعید سحاف میگفتش که ما در حال پیشروی هستیم، در حال کشتن سربازان آمریکایی هستیم، در حال پیروزی هستیم، و از اونور تقریبا کشور نابود شده بود و در اختیار ارتش آمریکا بود. صدا سیمای ایران هم دقیقا همین نقش رو داره، به تبلیغات اونها توجه نکنیم، گمراه نکنیم خودمون رو و خبرهای درست رو از منابع موثق بگیریم. در حال حاضر نیروهای اسرائیلی به طور مشخص جنگنده هاشون و احتمالاً به زودی نیروی نظامی آمریکا در حال ورود به ایران هستن. این وسط ما وظیفه داریم که از خودمون مراقبت بکنیم. میزان خطر برای کدوم شهرها بیشتره؟ در درجه اول تهران سیبل هستش، بیشتر مراکز نظامی، به خصوص نظامی و سیاسی که مرکز سیاسی کشور خب تهران هستش، در تهران ساکن شده و در تمام این سالها جمهوری اسلامی از مردم تهران به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کردن. بنابراین اگر لازم باشه که اگر تصور می‌کنیم که کشور مثل اسرائیل میاد و قراره که مرکز نظامی رو بزنه، به طور بدیهی به اطراف هم آسیب خواهد رسید. من میدونم مرکز تجمع انسانی هدف نیست، اونها با مردم ایران مشکلی ندارن، ولی به هر حال در جنگ نقل نبات پخش نمیکنن. مردم باید آمادگی این روزها رو داشته باشن برای حفظ جان خودمون. اگر میتونیم از تهران خارج بشیم، اگر نمیتونیم امن‌ترین جا رو در نظر بگیریم. امن‌ترین جا قطعا مساجد یا مدارس نیستش، متروها نیست، دیوار مدارس و ساختمان ها و اسکلت مدارس و مساجد اصلا برای چنین هجومی طراحی نشده و بسیار ضعیف هستش. حتی شاید در مقابل تیراندازی ساده و ترکش های ساده هم مقاومت نداشته باشه. اگر دسترسی به این ندارید که از شهر خارج بشید و به نقاط امن برید، شاید بهترین جا زیرزمین های ساختمان های قوی و بتونی باشه، اگر عمق این زیرزمین ها بالای 4 طبقه منفی باشه. در غیر این صورت تنها چاره اینه که از شهر خارج بشید. سعی کنید که زیرزمین های ساختمان های امن و قوی رو در اطراف ساختمان خودتون، اگر ناچار هستید که در تهران بمونید، شناسایی بکنید و در صورت ضرورت از این نقاطی که عمق کافی دارند استفاده بکنید. به هیچ عنوان هم به حرفهای حکومت توجه نداشته باشید و مساجد و مدارس که اصلا یک شوخی هستش. در شهرهای بزرگ مثل مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، اگر میتونید از شهر خارج بشید. اگر نمیتونید، اونجا هم همینجور ساختمان‌های محکم رو در نظر بگیرید و خودتون رو آماده بکنید برای یک تغییر تحول سیاسی. در زمان تغییر تحول سیاسی توجه داشته باشید که حکومت مرکزی الان آخرین دغدغش حفظ نظم هستش، آخرین دغدغش حفظ امنیت مردم هستش. اون فقط به حفظ حکومت فکر میکنه، حفظ خودش فکر میکنه حکومت. بنابراین توجه داشته باشید، داشتن مواد اولیه، ذخیره سازی مواد غذایی تا حد امکان، داشتن آب آشامیدنی و بعضی مواد دیگه مثل کمک‌های اولیه بسیار ضروری هستش. چراغ قوه، جعبه کمک‌های اولیه، اینها رو حتما داشته باشیم توی خونه و همراه خودمون داشته باشیم. اگه ناچار هستیم که مثلا به طبقه زیرزمین و به ساختمان‌های محکم‌تر اطراف بریم برای مواقع ضروری. اما بهترین جا شاید شهرهای کوچک و روستاها باشه. اگه دسترسی داریم شهرهای بزرگ رو تخلیه بکنیم. تهران که بدیهیه باید خارج بشیم. شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها هم اگر بهترین حالت اینه که از اونجا خارج بشیم و به شهرهای کوچکتر و روستاها پناه ببریم که احتمالاً خیلی کمتر در معرض ریسک و در معرض خطر هستش، چون که دلیلی برای حمله یا بمباران وجود نداره در شهرهای کوچک. همونجور که عرض کردم، آب، مواد غذایی، چراغ قوه، جعبه کمک‌های اولیه،
ضروری هستش. مواد خوراکی هرچی با عمر بالاتر مثل کنسروی باشه بهتره تا میتونیم ذخیره سازی بکنیم. ناچارم یادآوری بکنم که سفیر اسرائیل در آمریکا یک اشاره‌ای کرده بود به این که باید آماده یک سورپرایز باشیم، یک سورپرایز بالاتر و مهمتر از ماجرای پیجرهای حزب الله که اون پیجرها دنیا رو به تعجب واداشته بود و حالا و زمانش هم بعد از ظهر پنجشنبه یا روز جمعه اعلام کرده بود که حدوداً 24 تا 48 ساعت دیگه مونده. خیلی باید مواظب باشیم. من این کشتار رو جدی میگیرم. حضور آمریکا بسیار نزدیکه. بعید میدونم بیشتر از چند روز تا حضور نظامی آمریکا در کشور فاصله داشته باشیم. فکر میکنم بمباران هم شدیدتر باشه و اینکه کی این جنگ تمام میشه با کشته شدن خامنه‌ای یا با تسلیم به چه معنا؟ به معنی که دستاشو روی سرش بذاره و از مخلوقات خودش خارج بشه و خودش رو تسلیم نیروهای متخاصم بکنه، به خودش آماده دادگاهی شدن بکنه. من این حالت رو بسیار بعید میدونم. اصولا خامنه‌ای شخص بسیار ترسویی هستش، بنابراین خیلی بعید میدونم خودش رو تسلیم بکنه و در نهایت یا کشته خواهد شد یا به زور با قوای نظامی از مخفیگاهش بیرون کشیده خواهد شد. خودش رو تسلیم نمیکنه. کی این اتفاق میفته؟ یک زمانی اگر کسی اصلا فکر سقوط جمهوری اسلامی رو نمی‌کرد یا اگر که در شروع جنگ خیلی فکر می‌کردن که ممکنه ماه‌ها طول بکشه، الان دیگه صحبت از روزه. اصلا من شخصا خیلی بعید می‌دونم که به هفته بکشه. شیشه عمر جمهوری اسلامی تقریبا شکسته و باید منتظر اخبار خیلی عجیب و غریب یا سورپرایز کننده باشیم. تو این شرایط فقط وظیفه داریم از جان خودمون محافظت بکنیم، دقت کنیم. برای اینکه به سر کار برگردیم، به این بهانه مثلا بخوایم به شهرهای بزرگ برگردیم اگر شهر رو ترک کردیم، به هیچ عنوان به شهرها با هیچ توجیهی و با هیچ بهانه‌ای به شهر و به خانه‌هایی که ترک کردیم بر نگردیم. مردم تهران بدونن که که مردم تهران که خیلی خوب میدونن که بازار تعطیل، کارمندا محل کارشون رو عموما ترک کردن، نظامیا عموما ترک کردن، سربازان وظیفه در تهران عموما ترک کردن. و توجه داشته باشید هیچ صاحب شغلی و هیچ کارمندی، هیچ شاغلی اگر کار خودش رو رها کرده در حکومت آینده بازخواست نخواهد شد و کاملا این مسئله توجیه داره. بنابراین نگران این موضوع نباشیم که محل کارمون رو ترک کردیم. جمهوری اسلامی در حال رفتن و سقوط هستش. برای همه هموطنان عزیز و برای ایران آرزوی سلامتی میکنم. امید طلوع جدید. خدا نگهدار.